سلام. امروز میخوایم یه موضوع خیلی جالب رو با هم باز کنیم. دیسکالکولیا یا چیزی که بهش میگن نابینایی اعداد. تا حالا شده از سر و کله زدن با عدد و رقم مضطرب بشید یا حس کنید ریاضی یه زبان کاملاً بیگانه است که شما هیچ وقت یادش نمیگیرید؟ اگه آره بدونید که تنها نیستید. خب، برای اینکه این موضوع رو خوب بفهمیم، قرار این مسیر رو با هم بریم. اول می‌بینیم چرا ریاضی برای بعضی‌های کابوسه، بعد با خود دیسکالکولیا آشنا میشیم، علائم و دلایلش رو می‌فهمیم و در نهایت میرسیم به راه حل‌ها و نگاهی به آینده. میدونید برای بعضی‌ها ریاضی فقط یه درس سخت نیست، یه کابوس واقعیه، طوری که اضطراب شدید میگیرن، ناامید میشن و حتی ممکنه علائم فیزیکی مثل حالت تهوع یا عرق کردن رو تجربه کنن. خب این مشکل عمیق و همیشگی با ریاضیات یه اسم علمی هم داره. بیاید ببینیم چیه. اسمش هست دیسکالکولیا. ببینید این یه جور ناتوانی خاص توی یادگیریه که روی توانایی آدم برای فهمیدن و کار کردن با عدد و رقم تأثیر میذاره. و اینو بگم که اصلاً ربطی به هوش یا تنبلی نداره ها. این یه تفاوت توی ساختار مغزه. خیلی مهمه که اینو با خانش پیریشی یا همون دیسلکسیا قاطی نکنیم. دیسلکسیا مال کلماته، دیسکالکولیا مال اعداد. البته خب بعضی وقتا هم ممکنه یه نفر هر دوتاش رو داشته باشه. فکر نکنید چیز نادریه ها. تخمین میزنن بین 3 تا 7% جمعیت دنیا این مشکل رو دارن و معمولاً هم اولین نشانه هاش بین 6 تا 9 سالگی دیده میشه. خب حالا سوال اینه که این مشکل دقیقاً چه شکلیه تو زندگی روزمره؟ و اصلا تو مغز چه خبره که این اتفاق میفته؟ ببینید این اسلاید چقدر جالبه. حل کردن یه مسئله ریاضی کلی مرحله داره. مغز ما باید ظاهر مسئله رو بفهمه، جزئیات رو تو حافظش نگه داره، نمادها رو ترجمه کنه، مثل یه عالمه چرخدنده‌ای که باید با هم کار کنن. حالا فکر کنید برای یه نفری که دیسکالکولیا داره، فقط یکی از این چرخدنده‌ها، مثلا اون که کمیت عددها رو میفهمه، خوب نچرخه. کل سیستم به هم میریزه. نتیجهش میشه همین چیزایی که میبینید. مثلا طرف با کسر و نمودار مشکل داره، یا نمیتونه ساعت رو راحت بخونه، یا شماره تلفن‌ها یادش نمیمونه. حتی شمردن برعکس هم براش یه چالش بزرگه و کلاً از ریاضی بیزاره. خب چرا اینجوری میشه؟ دلیل تحقیقش همیشه 100% مشخص نیست. ولی شواهد نشون میده که بیشتر به ژنتیک و یه سری تفاوت‌های خاص تو ساختار و اتصالات مغز برمیگرده. اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد که ذهن خیلی از پدر و مادرها و حتی خود افراد رو درگیر میکنه. جواب یه نه خیلی بزرگه. ببینید دیسکالکولیا یعنی مطلقاً هیچ ربطی به هوش کلی یه نفر نداره. یا آدم میتونه توی همه زمینه‌ها نابغه باشه ولی با عددها مشکل اساسی داشته باشه. خب تا اینجا مشکل رو شناختیم، حالا بریم سراغ قسمت مهمتر، راه حل‌ها. چی کار میشه کرد؟ برای تشخیص دیسکالکولیا لازم نیست کسی رو بفرستیم اسکن مغزی. متخصص‌ها با زیر نظر گرفتن مهارت‌های ریاضی فرد معمولاً برای یه دوره حداقل 6 ماه به این نتیجه میرسن. و جالبه که معمولاً اولین کسایی که متوجه میشن معلم‌ها و پدر و مادرها هست. اینجا حمایت کردن حرف اول رو میزنه. برای پدر و مادرها این یعنی خلاقیت به خرج دادن. مثلا مسائل رو برای بچه نقاشی کنن یا از آهنگ و ریتم برای یاد دادن فرمول‌ها استفاده کنن و مهمتر از همه صبور باشن و اعتماد به نفس بچه رو تقویت کنن. برای معلم‌ها هم همینطوره. اینکه اجازه بدن دانش آموز از ماشین حساب یا جدول ضرب استفاده کنه یا فشار امتحانات زماندار رو از روش بردارن میتونه معجزه کنه. تمرکز باید روی تلاش و پیشرفت باشه، نه فقط جواب درست. خب، حالا یه نگاه به آینده بندازیم. این وضعیت در بزرگسالی چطور میشه؟ به خصوص برای اونایی که شاید یه عمر با این مشکل زندگی کردن و اصلاً نمیدونستن اسمش چیه. ببینید، چیزی به اسم درمان قطعی وجود نداره. چون اصلاً این یه بیماری نیست که بخواد درمان بشه. این یه وضعیته که تا آخر عمر با فرده. اما خبر خوب اینه که کاملاً قابل مدیریته. بزرگسال‌ها هم میتونن با یاد گرفتن یه سری راهکارها و استفاده از تکنولوژی خیلی راحت از پس کارهای روزمره‌شون بر بیان.
این نمودار هم خیلی خوب نشون میده که این چالش‌ها تو دنیای واقعی چه شکلیه. از مدیریت پول و حساب کتاب گرفته تا مدیریت زمان و حتی دنبال کردن یه دستور آشپزی ساده. و این جمله حرف آخره. موفقیت به روش حل مسئله بستگی داره، نه به خود مسئله. یعنی مهم نیست مشکل چیه، مهم اینه که چه راهی برای حلش پیدا می‌کنیم. همه چیز به پیدا کردن ابزار مناسب و توانمندسازی برمیگرده. پس بیایید یه لحظه فکر کنیم. به جای اینکه به کسی برچسب ریاضیش ضعیفه بزنیم، اگه سعی کنیم تفاوت‌های مغزش رو درک کنیم، چقدر بهتر میتونیم به میلیون‌ها آدمی که اعداد رو متفاوت میبینن کمک کنیم. درک کردن همیشه اولین قدمه.